عصمت 14 معصوم بالاتر از عصمت انبیاست. عصمت خاص، عصمتی که 14 معصوم علیهم السلام دارن، اون عصمتی نیست که انبیا دارن. انبیا رتبه پایین تره. عصمتی که 14 معصوم علیهم السلام دارن، اون عصمتی نیست که انبیا دارن. انبیا رتبه پایین تره. انبیا ترک اولا کردن، ائمه ما ترک اولا هم نکرد. عصمت به معنای مصونیت از گناه و عصیان است که درجه‌ای بالاتر از درجه تقواست. این صفت تنها به انبیا علیهم السلام اختصاص داشته است، زیرا دائما با وحی در ارتباط بودند و گفتار و کردارشان با وحی کنترل می‌گشت. لذا عصمت آنان عصمت ذاتی و تکوینی نبوده، بلکه در پرتو پایبندی به تعالیم و احکام دین و تذکرات وحی بوده است. اما مدعیان تشیع معتقدند که ائمه نیز همچون انبیا معصوم و بلکه منزلت عصمتشان فراتر از عصمت انبیا بوده و از اشتباهات و گناهان کوچک و بزرگ و پنهان و آشکار و از هر گونه فراموشی و نسیان مصون هستند. ولی جملات خود ایشان و مطالب مندرج در تاریخ خلاف این امر را ثابت می کند. علی رضی الله عنه در پایان خطبه 216 نهج البلاغه می فرماید: از گفتن حق یا مشورت دادن به من خودداری نکنید، زیرا خود را از آن که اشتباه کنم مصون نمی دانم مگر آن که الله جل جلاله مرا حفظ کند. همچنان در زمان زمامداری خود و در مقابل انبوه مردم در مسجد کوفه فرمودند: من کار و رفتار خود را از عیب و اشکال و اشتباه مصون نمی دانم مگر آن که پروردگارم خود نفس مرا از خطایی مصون بدارد، زیرا که مقابله با هوای نفس تنها با توفیق او ممکن است. من و شما در برابر پروردگار بندگان بیش نیستیم. اوست که بر نفسها تسلط دارد. اوست که ما را از نیستی هستی داد و به عمل صالح هدایت نمود و چشمان نابینای ما را از گمراهی به شارای هدایت رهنمون ساخت. و در نهج البلاغه کلام 77 روایت شده است که امام علی رضی الله عنه در یکی از نیایش‌های خیش فرمودند: اللهم اغفر لي ما انت اعلم به مني فان عدت فعد لي بالمغفره. اللهم اغفر لي رمزات الالحاظ وسقطات الالفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان. بار الها، گناهانی را که خود بیش از من به آنها آگاهی داری بر من ببخش و اگر دوباره به آنها دست یازیدم بخشش خود را دوباره شامل حال من کن. بار الها، اشاره های چشمان و سخنان بیهوده و تمایلات قلب و لغزش های زبان را بر من ببخش. و در صحیفه سجادیه در دعای 32 از امام زین العابدین رحمه الله روایت شده است که فرمودند: كثر علي ما أبوء به من معصيتك اللهم إنك أمرتني فتركت ونهيتني فركبت. گناهانی که من بر آنها اقرار می کنم بسیار است. بار الها، تو مرا امر نمودی پس سر باز زدم و نهی نمودی پس به جا آوردم. حال باید پرسید اگر ائمه معصوم بودند پس چرا اقرار به گناه و خطا نمودند؟ البته ناگفته نماند که رافضیان هیچ دلیلی مبنی بر این که ائمه عصمتی چون عصمت انبیا داشته‌اند ندارند تا چه رسد که مدعی عصمتی فراتر از آنها باشند.